سلام به همه دانش آموزان عزیز. اگر تا الان پیج ما رو دنبال نکردید حتما دنبال کنید تا بتونه از آموزش‌های رایگان ما استفاده کنید. بچه‌ها تو درس گذشته ما دوره پایه هفتم رو داشتیم و توی این درس میخوایم شروع کنیم در مورد فعل مضارع صحبت کنیم و خصوصا برای شخصای انا، انت و انته. اولا تعریف فعل مضارع چیه؟ فعل مضارع فعلی هستش که برای زمان حاله، یعنی الان در حال اتفاق افتادنه، که معمولا فعل آینده یعنی فعلی که هنوز اتفاق نیفتاده رو هم میارن زیر مجموعه فعل مضارع قرار میدن. یعنی فعل مضارع دو بخش میشه، یه فعل مضارع ساده که الان داره اتفاق میفته و یه فعل آینده که در آینده نزدیک یا حالا دور به وقوع خواهد پیوست. حالا میریم با ساختار فعل مضارع آشنا بشیم. خب همونطور که گفتیم فعل مضارع فعلی هستش که الان در حال انجامه، به زمان حال یا آینده هم دلالت میکنه. فعل آینده رو ما زیر مجموعه فعل مضارع قرار میدیم. من چند تا مثال اینجا از فارسی برای شما زدم. میروم، مینشینم، میخورم. میروی، مینشینی و میخوری. همونطور که میبینید فعل مضارع چند بخش تقسیم شده. قسمت اول این می هست که ابتدای فعل مضارع یا زمان حال قرار گرفته. قسمت بعدی اون شناسه هایی هستش که آخر فعل قرار گرفته. توی عربی هم همین شکلیه، یعنی یه شناسه به جای این می اول فعل داریم و یه شناسه یعنی اون چیزی که نشون دهنده فعل مضارع است آخر فعل داریم و وسط فعلمون هم بن فعل رو داریم. خب توی فعل ماضی مثلا من میگم رفتم و توی فارسی و توی مضارع زمان حال میگی میروم، میروم. اگر دقت کنید رفت تبدیل شد به رو، یعنی اینجا بن فعل ماضی و این بن فعل مضارع که حالا قبل و بعدش این شناسه ها قرار گرفته و میشه میروم. یعنی بن ماضی توی فارسی با بن مضارع توی فارسی فرق داره، اما توی عربی این شکلی نیست. توی عربی بن ماضی و مضارع یکیه. خب حالا میریم سراغ این که به جای می ابتدای فعل چی میاد. بچه‌ها ابتدای فعل ما حروف مضارعه داریم، یعنی به جای می شما دیگه یه حرف نداری. یه حرف می داشتی تو فارسی دیگه، اما تو عربی 4 تا حرف داری که هر کدوم از اینها مختص 1 یا 3 تا به بالا از ضمایر هستن. حالا چیا هستن؟ این شکلی می نویسیمش. هر کدوم از این حرفا ابتدای یک فعل یا چند تا فعل مضارع میشینن. اتینا یا بچه ها میگن تینا. حالا هر کدوم رو دوست داشتی میتونی حفظ کنی. پس اولی اتینا، الف ت ی نون. هر کدوم از اینها به جای می برای ابتدای یک یا چند تا فعل میشینه. حالا یکی یکی میریم و برای ضمیرهای مختلف میگیم که چه اتفاقی میفته. برای ضمیر اول که انا هست، انا یعنی من، به انا میگیم متکلم وحده. متکلم وحده. توی ماضی برای فعل انا میگفتیم فعلتو، یعنی اینجا یه دونه ساکن میآوردیم، اینجا یه دونه ت با او. این میشد واسه چی؟ میشد واسه یه انا. حالا واسه مضارع به نظرتون از بین این حروف الف، ت، ی و نون کدوم مختص اناه؟ ببین بچه ها نشونه بذارید واسه خودتون. انا اولش الف داره از بین ضمایر، انا تک الفه و همین حرف الف رو میاریم میذاریم واسه ی انا. الف پس شد واسه انا و آخر فعل مضارع هم یه دونه او قرار میگیره. آخر فعل مضارع هم یه دونه او قرار میگیره. پس این میشه مختص انا.
حالا این وسط چی میذاریم؟ این وسط فعل رو میذاریم. مثلا من اگه بخوام توی این قالب افعلو ذهب رو بذارم چی میشه؟ نگاه کن. به جای فعلت میای اولش الف، بعد ذهب رو میذاری و آخرش ضمه رو قرار میدی. افعلو، از بو. یا مثلا میای کتبه رو می نویسیم. ببینید بچه ها، بعضی موقع ها این حرف عین ما که بهش میگیم عین الفعل، یعنی عین این فعل، نه فعل نه لام، عین الفعلش به جایی که ا بگیره او میگیره. اینجا او میاد. اینا چی هن؟ اینا رو به مرور زمان یاد میگیرید. افعولو میشه. مثلا کتبه میشه اکتبو. یعنی این اویی که اینجاست اینجا قرار میگیره. یا برای انا ابتدای فعلت ا اومد و انتهای فعلت ضمه یا او قرار گرفت. توی فارسی هم دقیقا ما همینو داریم. بچه ها ببینید، اینجا شما نمیگی می روم، می نشینم و می خورم. یعنی ما توی فارسی هم میبینیم که تفاوت تلفظ وجود داره و این میروم تا آخر دیگه ا داره. میروم، میرویم، میرویم، میروید، می نشینم، می نشینیم، می نشینیم، میخورم، میخوری، میخور. ببین همش چیه؟ حرکتشون تا آخر یکیه. پس اینی که من میگم مثلا از هبو ا داره، اکتبو او داره، واسه تمام شخصا این اتفاق تکرار میشه. فقط باید بدونید موقع تلفظ که اینا رو درست بخونید. از شما نمیخوایم الان تشخیص بدید که برای هر فعل چی میاد و چطور نوشته میشه. سوال هم ازش نداریم. فقط بدون مثل فعل ماضی توی فارسی که اونطوری تلفظ میکنیم میروم، میخورم، مینشینم، اینجا هم همینطوریه. خب همونطوری که افعلو داریم، افعلو داریم، افعلو هم داریم. افعلو مثل اجلسو. اینها رو دیگه به مرور زمان یاد میگیرید. واسه الان اینجا انا اولش الف داره و آخرش ضمه و شما این وسط فعلت رو داری. پس برای انا چی شد؟ واسه انا شد الف و آخر ضمه. این وسط هم فعلت قرار میگیره. حالا هر فعلی باشه میای و قرار میدی. و حرکت حرف عین الفعلت هم نیاز نیست حفظ کنی. ما بهت میدیم. سوال بهت داده. خب این مختص انا. میریم سراغ قسمت بعدی که انت باشه. انت و معادلهاش رو توی بخش ضمایر ما گفتیم. اگر احیانا توی بخش ضمایر و معادل هایی که میاد تو جمله مشکل داری، حتما ویدیوی ضمایر رو نگاه کن. انت یه نفره، پس میشه مفرد. آقا هم هست، مذکره. مخاطب هم هست، میشه مفرد مذکر مخاطب. و فعل ما توی ماضی میشه فعلت. انت فعلت، انت فعلت. اینم اینجا علامت انت. حالا از بین حروف اتینه یا تینا، انت، انت، انتما، انتم، انتونه، حرف ت مختص این ضمایر هست و 2 تا ضمیر دیگه که بعدا میگیم از توی قائب ها. پس من برای انت ابتدای فعلم ت میذارم و انتهای فعلم باز هم او میذارم. تفعلو. و این وسط فعلم رو قرار میدم. پس واسه انا چی میاد؟ واسه انت چی میاد؟ ت با او. میتونی اینجا هم بنویسی برای انت ت با او میاد قرار میگیره و این وسط هم فعلت قرار میگیره. حالا این فعل اینجا ممکنه هر چی باشه. دوباره میتونی بگی تفعلو، تفعلو و تفعلو. مثلا مثالی که هم بالا زدیم و دوباره اینجا می نویسیم. انت تفعلو، تفعلو. مثلا میگی انت تذهبو، تذهبو. انت تفعلو که مثلا میشه انت تکتبو،
مثال و انت تفعلو که میشه انت تجلسو. پس دیگه کم کم داری یاد میگیری. برای کتب او میاد، برای جلسه ا میاد و برای ذهب ا میاد. دیگه بقیه هم زیر مجموعه یک کدوم از این هاست، ولی بیشترینشون با ا میاد. پس انت تفعلو، انت تکتبو و انت تجلسو. چی شد؟ ت با او، ت با او، ت با او، ت با او، ت با او و ت با او. پس اینها میشن چی؟ اینا میشن فعل مضارع انت. ترجمهش میشه چی؟ ترجمهش میشه تو انجام میدهی. قبلیه میشد چی؟ من انجام میدهم. مثلا به جای این انت میتونه بیه یا ولد هل تکتبو واجباتک، یعنی ای پسر. این ای پسر معادل انته، یعنی داری با یه آقا صحبت میکنی. آیا می نویسی تکالیفت را؟ آیا می روی به مدرسه؟ آیا می نشینی مثلا سر جات؟ یا می نویسی رو که اینجا براتون گفتیم. پس این معادل ها مثلا یعنی یه دونه معادله که من اینجا نوشتم، فعلش میاد چی؟ تکتبو. خب ضمیر بعدی انته هست. انته مثل انته فقط مؤنثه، مفرده، مؤنثه، مخاطب هم هست. مفرد مؤنث مخاطب اگر شما بخوای و بیای چیکار کنی؟ بیای و فعل ماضیشو بیاری، میگی فعلت، انت فعلت. و برای فعل مضارع باز اول فعل ت میاری، اما اینجا آخر فعل دیگه او نمیاری، آخر فعل یه و نون میاری. پس واسه انت ت و یه و نون قرار میگیره و وسطش هم فعل رو میذاری. حالا هر فعلی میخواد باشه، تفعلین، تفعولین یا تفعلین. پس ت با یه و نون مختص انت شد. مثلا میگیم انت تفعلین، یعنی انت تذهبین، یعنی تو رفتی. انت تکتبین میشه انت. مورد بعدی مثلا میگی انت تجلسین. خب اینا همه واسه یه انت میشن. اینجا هم که ا داره، یعنی تو میروی، تو مینویسی، تو مینشینی، که یعنی فعلش و از نظر ترجمه با قبلیه یکیه. حالا به جای انت میتونه اینا بیاد، یا بنتی، یا امی، ایتها المعلمتو، یا مثلا بیاد ایتها المرأتو، یعنی ای زن. ببین اینا همشون یه نفرن، مؤنث هم هستن، مخاطبم هستن، یعنی معادل انته. شما وقتی میخوای فعل بیاری باید بیای و این قسمت رو چیکار کنی؟ براش انته بنویسی و فعلش رو یک کدوم از این موارد بیاری. اما بخشی که توی کتابتون نوشته، نگاه کنید. انا فعلتو، یعنی من انجام دادم، اول شخص مفرده و متکلم وحده. انا افعلو، الف با ضمه مختص اول شخص مفرده، یا حالا مذکر یا مؤنث، و بعد این افعلو یا افعلو یا افعلو که کتاب یکیشو برای شما نوشته، ولی توی تمرین ها که میریم همه اینا هست. میگه میشه من انجام میدهم. انت فعلت، انت فعلت. بچه ها فعل ماضی رو وقتی میخواستیم منفی کنیم چیکار میکردیم؟ یه دونه ما می آوردیم اولش. انا ما فعلت و انت ما فعلت و انت ما فعلت، یعنی تو انجام دادی. حالا برای انت توی مضارع می نویسی انت تفعلو، انت تفعلین، تو انجام میدهی. پس برای انت ت با او و برای انت ت با یه و نون میذاری. آخر فعل مضارع یا میبینید او داره یا یه دونه نون داره با یه حرف قبلش، که حالا اینو بیشتر توی ویدیوی مجزا در موردش به عنوان موارد تکمیلی صحبت خواهیم کرد. میایم سراغ این قسمت که مربوط است به فعل مضارع. گفته افعلو، تفعلو و تفعلین. همینجا رو اگه نگاه کنید مثال اول اکتبوه، یعنی اینجا او باید داشته باشه.
و مثالهای دیگه هم میبینید که ا داره توی ادامه تمرین ها. حالا ترجمه انا اکتب بالقلم الاسود، یعنی من با مداد سیاه می نویسم. انا اکتب بالقلم الاحمر، یعنی من با مداد قرمز می نویسم. چون برای انا مذکر مؤنث فرقی نداره. اگه تصویر داده بود متوجه میشید، اگر نه که فرقی نمیکنه. انت تحفظ القرآن، ت او ت یه و نون واسه یه انت. انت تحفظ القرآن جیدن، یعنی تو قرآن را به خوبی حفظ میکنی. و انت تحفظین القرآن به دقت، یعنی تو قرآن رو به دقت یا با دقت حفظ میکنی. خب دقیقاً اگر دقت کنی شما اینجا یه دونه ا داری، میبینی اینجا هم ا داری، یعنی مثل همین فعلایی هستش که اینجا نوشته. اما توی تمارین که برین میبینی که فعلها متفاوته و ا و او هم میتونه باشه توی این حروف عین الفعل و حرکتش متفاوت باشه. خب این بخش اول. حالا سعی کنید توی متن درس هم فعلای مضارع رو پیدا کنید و هر کدوم رو بنویسید واسه چه ضمیریه. خب این قسمت گفته شده که بیشتر کلماتی که بر آهنگ فعل، فعل و فعول هستن فعل ماضی. اینی که داریم میگیم همین اتفاقی که الان گفتیم میشه افعل و افعل و افعلو، توی ماضی هم همین شکلیه، ولی شما بیشتر این یکی رو میبینید تا موارد دیگه. اینا فعل ماضی هستن و اگه بر سرشون یکی از حروف ا، ت، ن بیاد به مضارع تبدیل میشن. مثلا ذهب، اذهب، تذهب، تذهبین. آخرش ضمه داره، آخرش یه و نون داره. مثالاشو نگاه کنیم. ذهبت رفتم، اذهب میروم، صنعت ساختم، اصنع میسازم، علمت دانستی، تعلم میدانی، زرعت کاشتی واسه انت، تزرع میکاری یعنی یه دونه آقا میکاره، عرفت شناختی، تعرفین میشناسی واسه انت هست، قبلت یعنی قبول کردی، تقبلین باز انت میشه قبول میکنی. یاد باشه اینها رو جا به جا توی ترجمه ننویسید. امسال علاوه بر اینکه فعل ماضی میخوای فعل مضارع هم در کنارش باید یاد بگیری و از نظر زمان باید دقت کنی. توی فعل ماضی ما اصلا می نداریم، ماضی ساده می نداریم. اگه ترجمه می آوردی یعنی اشتباه کردی.